جان دوستی 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 سلام و عرض ادب خدمت همه همراهان جام دوستی. من مهران علی دوستی هستم. به برنامه ضبط قرعه کشی جام دوستی خیلی خوش اومدید. ما بیدرنگ میخوام از مهمونامون دعوت کنیم. اول از خبرنگار تحلیلگر مسابقات دعوت میکنیم آقای مهیار خواجوی. آقای خواجوی بفرمایید. آقا سلام. درود بر شما، خوش آمدید. سلام همه عزیزان. خب آقای خواجوی، نظر شما به عنوان خبرنگار و تحلیلگر مسابقات خیلی کوتاه اگه بخواید بگین چی بوده تا الان؟ ضمن زدن مجدد خدمت بینندگان محترم، من ادعایی در تحلیلگری که ندارم، منتها همه بازی‌ها رو بودم، حالا مگر مثلا چند دقیقه رو در واقع دست داده باشم و حالا به ضمن اینکه ما بعد بازی‌ها همیشه با بچه‌ها صحبت می‌کردیم و حتی پیشنهاد می‌کنم همه عزیزانی که در محلاتی حاضر میشن فلافل ابوعلی رو فراموش نکنید، فوق‌العاده است. بعد بازی‌ها همه تحلیل‌ها رو می‌تونید اونجا اصلا ببینید تا حالا برسه به اینکه تو یوتیوب هم ببینید. خب خیلی ممنون آقای خواجوی. حالا می‌خوایم دعوت بکنیم از مسئول برگزاری جام دوستی آقای پارسا کریمیان. آقای کریمیان خوش آمدید. بفرمایید. سلام علیکم. به به پود پانکو. ممنون. درود بر شما آقای کریمیان. متشکرم. خب ما همین در میانه برنامه تشکر میکنیم از پودر پانکو، اسپانسر برگزاری مسابقات جام دوستی. پانکو Japanese breadcrumbs. آقای کریمیان، شما به عنوان مسئول برگزاری مسابقات نظرتون تا اینجای مسابقات چی بوده؟ ضمن سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان. بازی‌ها خیلی بازی‌های جذابی بود، اصلا خیلی بازی‌ها غیر قابل پیش بینی بود که این جذابیتش رو می‌برد بالا. ما خودمون نشسته بودیم بیرون، مثلا هیچ شانس، مثلا برای یه تیمی شانسی قائل نمی‌شدیم رو کاغذ، همون تیم میرفت یقه تیم مقابل می‌گرفت، به سختی ها می‌بردن، تو مسابقه می‌گرفتن. به طور کلی خیلی بازی‌ها جذاب و غیر قابل پیش بینی بود. این غیر قابل پیش بینی بودنش کار قشنگی. عرض به حضور شما که الان صدرنشینای ما در واقع تیم زندیات توسطی هست و تیم رابرتو شرکا، درسته؟ میخوام ببینم که به نظر شما به جز این دوتا تیم که حالا رو کاغذ مدعی هستن دیگه چه تیمایی تا الان مدعی ظاهر شدن؟ دوتا تیم بعدیشون که تیمای 3 و 4 میشن که اونام توی 4 نفر اول صعود کننده بودن، اونام تیمای قدری هم تیم دوره 24 که فینالیست دوره پیشمون بودن نایب قهرمان شدن، امسال هم تیمشون قدرتش رو حفظ کرده قویه و تیم دوره 22 هم خیلی خوب کار کردن امسال، همه بازیاشون رو به جز یه بازی که با همین تیم دوره 24 بودن بقیه بازی‌ها رو خیلی خوب تونستن ببرن و بازی کنن. توی چهارتای دوم هم تیم دوره 23 جامو خوب شروع نکرد، اولین بازیش نبودن بازیکناشون، اون بازی رو واگذار کردن ولی هرچی رفت جلو بهتر شدن، بازی آخر خیلی خوب بردن و اومدن توی چهارتای دوم، اونم به نظرم تیم تهدید کننده. خب حالا میخوایم بریم سراغ قرعه کشی دور حذفی جام دوستی، اما قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ قرعه کشی مجدد میخوایم از اسپانسر برنامه پودر پانکو تشکر کنیم. پودر پانکو یکی از بهترین پودرهای سوخاری موجود در بازار که فوق‌العاده است. پانکو Japanese breadcrumbs. از آقای کریمیان میخوام درخواست کنم که لطف کنین یه توضیحی راجع به قرعه کشی مسابقات به ما بدین. ما تخته جام دوستی رو که ببینید الان 4 تا بازی داریم
که بازی اول، بازی دوم، بازی سوم هستش که اینا با عدد 1 تا 4 مشخص شدن. طبق قانون جام دوستی تیم اول میره یه سمت این جدول، تیم دوم میره یه سمت دیگه این جدول. برای همین توی مرحله اول توی یک ظرف تیم 1 و 2 هستن، توی ظرف دیگه جای بازیشون مشخص میشه که بازی اول هستن یا سوم، چهارم یا دوم. درسته. بعد تیم دوم هم میره طرف مقابل جدول، اونم باز قرعه کشی میشه بین اون دوتایی که میمونه و ادامه قرعه کشی هم که مثل قبل دیگه دوتا تیم سوم و چهارم هم قرعه کشی میشن که کدوم بره سمت راست جدول کدوم سمت چپ جدول. چهارتای دوم هم باز همونجوری به قید قرعه مشخص میشن که. خیلی تشکر میکنیم از توضیحات آقای کریمیان. حالا برای اینکه جای آقای خواجوی هم خیلی خالی نباشه توی برنامه، دعوت میکنیم از آقای نیما باقرنژاد برای اینکه توی قرعه کشی به ما کمک کنه. آقای باقرنژاد خوش آمدید. درود بر شما، خوش آمدید. من این سفاری بردارم بذارم اینجا سلام خواستی چکه. خب شروع کنیم آقای کریمیان. خب توی مرحله اول این که تیم 4 تا 8 کاری باش نداریم. این 1 تا 4 یکیش برای تیماست، یکیش برای بازی اول تا 4. اینو از توش در میاریم. الان این تیم 1 و تیم 2 هستن که یکیشون اینجا در میاد، بازیشون که بازی چندم باشه اونور در میاد. اینو شما بی زحمت واقعا نجات، اونم شما حتما نگاه کنیم عادلانه برگزار بشه. تیم 1 بازی 4 از آقای خواجوی خواهش می‌کنیم که خب این ور تیمی که میمونه تیم 2 که میشه تیم رابرت و شرکا، اونم آقا مهران. بازی 2 از آقای خواجوی خواهش می‌کنیم. خب حالا بین این که تیم 3 و 4 کدوم سمت جدول باید برن باید قرعه کشی کنیم که اینم باز تیم 3 بازی 1 تیم 3 تیم 4 برش بازی 1 نهایی. بله. و آخرش هم که تیم 4 میشه بازی 3. اینم بیزم. حالا این 1 تا 4 بازی ها رو هم این 4 تیم اول کنار میرن. این 4 تیم دوم هستن، تیم 5 تا 8 اینا به قید قرعه بازی هاشون مشخص میشه. خب تیم 6 بازی 4 بازی برام دیگه. بله. تیم 7 23 بازی 3 خب بعدی تیم شما 5 بازی 2 تیم 8 بازی 1 خب تکلیف دور حذفی مسابقات جام دوستی هم مشخص شد. ما مجددا دعوت میکنیم از آقای خواجوی که پیش ما حضور داشته باشن. خوش آمدید. خب آقای خواجوی، نظر شما راجع به قرعه کشی جام چی بود؟ والا چی بگم،
دیگه شانس ماه دیگه. البته حالا بخوام یه ذره در واقع خارج از میدونی که من در واقع چند تا من هم ورزشکاری انجام میدم، هم خبرنگاری انجام میدم، هم تحلیلگری انجام میدم و گاهی نمیتونم دیگه در واقع مرز بین این وظایفمو تشخیص بدم و دیگه الان من تحلیلگر باشم ولی خود بدون در واقع مختار خودم بدون اختیار خودم در واقع یه ذره هیجان زده میشم. ولی خیلی بامزه شدش به نظر من در واقع این تابلوی در واقع قرعه کشی رو که من میبینم. خیلی بامزه شد. من به نظرم آره مناسب ترین لفظی که میشه راجبش به کار بردیم که بامزه شد. آره دیگه. خب به پایان قرعه کشی دور حذفی مسابقات جام دوستی رسیدیم، اما قبل از اینکه بخوایم تموم کنیم برنامه رو، پانکو پودر سوخاری پانکو اسپانسر این دور از مسابقات جام دوستی، یکی از بهترین پودرهای سوخاری موجود در بازار که میتونید استفاده کنین برای مرغ سوخاری، برای هر چیزی که میخواین سوخاری کنین توی خونتون. واقعا بهترین گزینه بازار به نظر من پودر پانکو و پودر پانکو در دور حذفی مسابقات جام دوستی به من آف د مچ هر بازی یک پک پودر سوخاری پانکو هدیه میده. و به پایان این دور از قرعه کشی مسابقات رسیدیم. خیلی ممنون که با ما همراه بودین. خدا یار و نگهدارتون.